سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خداوندی بخشنده مهربان. این نوار نامگذاری می شود مراجعت به مردم افغانستان، از آن جمله به طالبان، از آن جمله به تاجیکان، از آن جمله به کل اقوامی که در افغانستان زندگی میکنه، به پشتونها و به کلش. و خواهش میکنم از تمام برادرها که این نوار خوب گوش بکنین تا آخرش، که بفهمین که امروز جامعه تاجیکستان در چی حالت است و چی فکرهایی در سر مردم ما میگذره. مسئله پنجشیر مردم ما را خیلی ناراحت کرده و ما چنین انتظارات رو از طالبها نداشتیم که مردم پنجشیر را در یک محاصره قرار بدن که اونا نتوانند که نان برای خوردن پیدا بکنن. آیا می شود که مسلمان به یک مسلمان دیگه چنان ظلم بکنه؟ و ایران باید بگم که ما مردم تاجیکستان همیشه به خاطر صلح افغانستان دعا کردیم. همان زمانی که در افغانستان جنگ آغاز شد، مردم ما خون گریست برای افغانستان و ما خیلی از این ناراحت هستیم که مردم پنجشیر به خاطر نداشتن نان، به خاطر نداشتن آذوقه‌واری از پنجشیر فرار کردند. یعنی منطقه خود گذاشتن. امروز وقتی که شما برادرای طالب با امریکا 5 سال می توانین صحبت بکنین، با امریکا می توانین توافق بکنین، آیا نمی توانستین که بگذار که اگر 2 سال هم دوام می خورد با مردم پنجشیر توافق کنین، همدیگر فهمی بکنین، یک کشوری آباد داشته باشین و نگذارین که این اختلاف قومی، این اختلافی ملتگرایی در جامعه افغانستان باز هم زیادتر بشه. این میتواند برای آینده افغانستان خیلی بدیهای زیاد داشته باشه. امروز اکثر مردم ما ناراحت از آن هستند که چرا چون این کاری را طالبها در پنجشیر انجام دادن. وقتی که شما میگوین شما یک دولت اسلامی میخواهین بسازین، شما میخواهین که یک امارات اسلامی داشته باشین، وقتی که شما درباره اسلام صحبت میکنین باید که عدالت رعایت شود و همه اقوامی که در افغانستان زندگی میکنن آنها هم فرزندان همین افغانستان هستند. امروز شاید شما بگویین که من به خاطر تاجیک بودن درباره مردم پنجشیر گپ میزنم که اونا هم تاجیک هستن، منم تاجیک. نه، اگر که شما به دیگر اقوام نیز ظلم میکردید، من درباره اون اقوام نیز صحبت میکردم. و این را باید خوب دانسته باشین که شیطان در قلبهای شما نباید رخ نکند و فتنه را شما نآرید که آن فتنه باعث جنگ ملت‌ها و قوم‌ها در داخل افغانستان بشود. و مردم تاجیکستان همیشه برای آبادی افغانستان دعا کردن و میکنن یک افغانستان آباد و آزاد برای همه کشورهای همسایه خوب و گوارا خواهد بود. امروز ما از آن ناراحت هستیم که برادرای پنجشیری، برادرای تاجیک پنجشیری در محاصره قرار دارند که حتی مواد آذوقه برای آنها نمیرسه و آنها به خاطر یک نالنان جای زیست خود گذاشتن و فرار کردن به دیگر جایها. این دردناک است. این دردناک است که وقتی که ما میبینیم یک نفر از نام اسلام صحبت میکنه و برادر مسلمان خود چنان ظلم میکنه. وقتی که شما توانستین با امریکا چندین سال صحبت بکنین و با امریکا توافق بکنین، آیا شما نمیتوانستین با برادران پنجشیری نیز توافق کنین؟ می توانستید. اما اینجا گپی دیگر هست. نباید چون این کار انجام می شد. امروز جامعه جهانی به حال شما می خندد. امروز تمام مسلمان های دنیا حیران هستند. امروز که من با یک رفیق آلمانیم صحبت داشتم، از من یک سوال کرد، گفت برادر عزیز، ما گفتم بفرما. گفت چرا که در افغانستان خارجی ها بیرون شدن باز هم مسلمان با مسلمان جنگ میکنه؟ ما چی جوابی داشتم برای او بودم؟ چی میتوانستم برای او بگم؟ که اینا جنگ دو قوم است؟ نه، من نمیخواهم که در بین تاجیک و پشتو اختلاف باشه. من نمیخواهم که در بین مردم افغانستان اختلاف قومی با وجود بیاید که باز هم افغانستان را برای 10 سالهای دیگر در جنگ بکشه. افغانستان امروز باید صلح بکنه. افغانستان امروز نیاز به صلح داره.
و ما برای همه آن نفرانی که مسئول هستند و مسئولیت دارند گپ تمام مردم تاجیکستان می رسانیم که مردم ما از شما گله دارند که شما چنین کاری رو، چنین محاصره نادرکاری رو بر سر مردم پنجشیر روا دیدین. امروز تک تک مردم ما از این چیز ناراحت هستند و دشمنها از این کار میخواهند استفاده ببرند، باز هم اختلاف قومی را در افغانستان زیاد بکنند که باز افغانستان به یک جنگ دیگه و به یک جنگ طولانی آماده بشه که این برای هیچ همسایه افغانستان فایده نداره و هیچ نفر نمیخواد که در افغانستان جنگ طولانی باشه. منظورم همسایه های افغانستان هستند، از آن جمله تاجیکستان، که ما هیچ وقت نمیخواهیم که در افغانستان جنگ باشه. ما هیچ وقت نمیخواهیم که افغانستان باز دوباره برای 10 ساله ها کشوری جنگ زده شود. مسئولین امارت اسلامی افغانستان ایرا باید خوب درک بکنن که جنگ در پنجشیر به فایده آنها نیست. اگر شما می توانستین که واقعا یک حکومت، یک دولتی همه شمول بسازین، در او وقت می توانستین که برای مردم افغانستان چنان خدمت کنین که مردم افغانستان تا آخر دنیا برای شما دعا بگویند، دعای نیک بگویند. امروز وقتی که شما به یک مردم کوچک حمله میکنین، 10,000 عسکر را میبرین تا اینکه یک قوم کوچک و یک مردم بیچاره را اذیت آزار بکنن و 10 غیر نظامی را امروز به قتل میرسانین، مردم چه انتظاری باز از شما داشته باشند؟ وقتی که نمایندگی از اسلام میکنین، اسلام در پیش جامعه شرمنده نکنین. وقتی که شما میگین که شما مسلمان هستین، مسلمانی خود نشان بتین. صلح که خداوند صلح را بهترین نعمت آفریده است، با او صلح چنگ بزنین. دیگه جنگ بس است. او جنگی که شما دارین دنبالش میکنین، او جنگ نه به فایده تاجیک است نه به فایده پشتو است. امروز مگه پشتو زندگی خوب داره؟ امروز مگه هزاره زندگی خوب داره؟ امروز مگه تاجیک زندگی خوب داره در افغانستان؟ وقتی که جنگ است، هیچ قوم، هیچ ملت در او کشور نمیتونه که آباد و آزاد زندگی بکنه و این باعث بدبختی یک ملت میشه و این باعث از بین رفتن یک کشور میشه. بله، امروز امریکا به خواسته خود از افغانستان خارج شد، چون که اینها نمیتوانستند تا آخر دنیا در آنجا بمانند. حاکیز بود، معلوم بود که شما سر قدرت می آیید. اما شما اون انتظاراتی که مردم از شما داشتند، اون امیدی که مردم از شما داشتند، به خواسته مردم نکردین. اگر به خواسته مردم میکردین، مصالحت میکردین، میگذاشتین که سالها میگذشت، اما هیچ وقت به سر برادر مسلمان خود تفنگ نمیکشیدین، هیچ وقت قتل نمیکردین، هیچ وقت او را روا نمیدیدین که مردم خانه های خود بگذاره و از جای خود و از جای زیست خود فرار بکنه. ما امروز از شما طلب نداریم که شما بیاین 50-70% حکومت دست تاجیکای افغانستان بتین. گپ در این باره نمیره. بگذار که در حکومت همه شمول تمام مردم افغانستان باشن. یک افغانستان بسازین که برای تمام مردم دنیا خوب باشه و تمام مردم دنیا او افغانستان بپذیره. و ما تسلیت میگم به تمام مردم پنجشیر که مجبور شدن از خانه های خود فرار بکنن. و ما تسلیت میگم به اون مادرایی که فرزندهای غیر نظامی آنها کشته شد و این کار میتواند که برای تاریخ یک لطمه سیاهی باشد. شما یک بار فکر بکنین برادران طالب، شما یک بار فکر بکنین که 100 سال پیش چه گپی گذشته بود در ترکیه بر ضد ارمنها، تا حال دارن دنبال این کار را میکنن، تا حال در این باره صحبت میکنن که ای از بین بردن یک قوم، یک ملت شده. و این کاری که شما میکنین، این کارم برای تاریخ یک لطمه سیاهی میمانه و این کار باید شما روانه بینین. حمله به یک برادر خود را حرام بدانین، مصلحت کنین، همدیگر فهمی کنین و برادرای خود ظلم نکنین. و ما امید داریم
انشاءالله که شما به خود بیاین و این قوم کشی را و این که شما ظلم به مردم پنشیر میکنین بس بکنین. ما امید داریم که شما از این کارهایی که امروز دارین انجام میدهین دست بکشین. با خدا که ما هیچ بدی به شما نمیخواهیم، ما هیچ بدی به مردم افغانستان نمیخواهیم. ما تنها برای افغانستان آبادی، آزادی و یک افغانستان میخواهیم ببینیم که در او افغانستان تمام اقوام مسلمان غیر مسلمان با سری بلند زندگی بکنند. و اگر شما امروز بیرق اسلام میگین، بیرق اسلام رو بلند کردین، باید که خدمتگار او بیرق باشین که در او بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته شده. به نام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم را نکشین، به نام اسلام مردم را از خانه های آنها بیرون نکنین. آنها را مثل شما مسلمان هستند، آنها را به مسجد می روند. و ما میخواهم و ما امید داریم که شما به خود بیاین. خدا حافظ، تا دیدار.